دوستان خوب موشکاف سلام. آقا بنده موشکاف احساس میکنم باید برم اسممو عوض کنم. نه جدی میگم، آخه این وضعیت درب و داغون ولایت که دیگه نیازی به موشکافی نداره. الان هوا به قدری پسه که بوی الرحمن ولی فقیه تا تو حوزه هم پیش رفته. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. اصلا چرا من بگم؟ بفرمایید این حرفای اکبر کوسه رو بشنوید خودتون قضاوت کنید. وقتی دانش جدید تکلیف خیلی چیزها رو با وضوح روشن کرده، دلیلی نداره که به دنبال تردیدهای ناشی از علوم قدیمه بریم. حالا این حرفای اکبر کوسه رو بذارید کنار حرف چند وقت پیشش درباره شورای فقاهتی تا نقشه جماعت جام زهری برای کله پا کردن علی گدا به طور کامل روشن بشه. اکبر کوسه مثل همیشه سر جام زهریا و طرف حساب اصلی سیدعلی تو جنگ گرگاست، اما دنب کوسه رو که بگیرید به جای دیگه هم میرسه. اگه یادتون باشه جنتی لعنتی تو جام بازار این هفته یه چنین پرت و پلاهایی گفت. یه مسئله دیگه، مسئله مرگ این قارون سعودی بود. خیلی دشمنی کرد با شیعه، خیلی دشمنی کرد. خب باید تسلیت گفت به اسرائیلیا که حمایتش میکردن، به آمریکایی‌ها که حمایتش میکردن، به اونایی که اینجا بعضی وقتا از سر سفرش تغذیه میکردن. به همه باید تسلیت گفت، به مؤمنین و مسلمین و کسانی که واقعا قصه اسلام و شیعه رو میخوندن، باید به اینا تبریک گفت. این دایناسور پا به گور با این حرفاش در واقع حرف فلی فقیه رو کرد تا به گوش طرف حسابا برسه، اما خبر نداشت که آخوندهای کله گنده باند رقیب گوش بزنگن و از همین سیخ و سنبه ها واسه خط خطی کردن علی گدا استفاده میکنن. جمعه‌ای که گذشت مطالبی از قول احمد جنتی در خلال خطبه های نماز جمعه بیان و پخش شد که نه تنها خارج از عرف دیپلماسی بلکه از اخلاق و سنت اسلامی به دور بود. اظهار خرسندی از مرگ پادشاه سعودی و تبریک به مسلمانان که اکثرا از اهل سنت هستند با هیچ عقل و منطقی قابل توجیه نیست. با مرگ ملک عبدالله مقامات ارشد نظام مانند هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی رئیس جمهور و جواد ظریف وزیر خارجه رسما تسلیت گفتند. جنتی ضمن تسلیت به آمریکا و رژیم اسرائیل به عنوان حامیان حکومت سعودی و تبریک به مسلمانان به کسانی در ایران تسلیت میگوید که به تعبیر ایشان از سر سفره پادشاه عربستان تغذیه میکردند. سوال این است که منظور آقای جنتی چه کسانی است؟ این که دیگه سوال نداره، منظورش اکبر کوسه و دار دستشه. تازه اینه که بهتون نشون دادم حرفای یه آخون بود، باقی دونه درشتا هم که دنبال فرصتی برای تسویه حساب با علی گدا بودن لحظه رو شکار کردن و کف کردگی رو اومدن. ابراز شادی در مرگ افراد چه ضرورتی دارد؟ این رفتار نه واجب است و نه مستحب. برای چه باید عواطف یک عده را جریحه دار کرد؟ علل خصوص که حجاج ما برای انجام فریضه حج باید به این کشور سفر کنند. ببینید علی گدا به چه روزی افتاده که حتی بادسنجایی مثل ناصر مکارم شیرازی هم پریدن وسط و یه لنگ و لگدی نثار عظما کردن. نوش جان. ناصر مکارم شیرازی در دیدار با حسین صادقی سفیر رژیم در عربستان. به رغم وجود اختلاف دیدگاه‌ها و مواضع رهبران دو کشور، هیچ گروهی از مسلمانان نباید به دیگری اهانت کند. بله، شکاف حوزه با علی گدا که سالها بود با بتونه کاری و بگیر و ببند ماسمالی شده بود، حالا تو این وضع و اوضاع دوباره سرباز کرده و میره تا نظام ولایت و جر و واجر کنه.
وقتی تو نظام ولایت خود آخوندا به جون هم دیگه بیفتن، معنیش اینه که کار خیلی بیخ پیدا کرده. صدای زنگو میشنوید رفقا؟ زنگ ها برای که به صدا در آمده است. موشکار